یادآور می‌شویم که روزهای 8 و 9 ایول پرزیدنت جمهوری قرقیزستان سادیر ژاپارов با سفر دولتی در جمهوری تاجیکستان قرار داشتند. 9 ایول در ادامه سفر دولتی پرزیدنت جمهوری قرقیزستان به جمهوری تاجیکستان بازدید سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمون و محترم سادیر ژاپارов از موضع‌های زیبا و دلفریب قرارگاه بیرون از شهری تکاب صورت گرفت. گزارش همکاران ما. 9 ایول در ادامه سفر دولتی پرزیدنت جمهوری قرقیزستان به جمهوری تاجیکستان بازدید سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمون و محترم سادیر ژاپارov از موضع‌های زیبا و دلفریب قرارگاه بیرون از شهری تکاب صورت گرفت. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمون، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با مهمان عالی قدر محترم سادیر ژاپارov یک گوشه سرزمین باستانی و موضع‌های دلفریب سیاحی کشور را معرفی نمودند. هدف از برگزار کردن سیر و گشت در موضع خوشباد و هوای تکاب، معرفی مهمان نوازی تاجیکانه و شناسایی با طبیعت سرزمین گنجخیز تاجیکستان میباشد. سران دولت‌ها و رئیس شهر دوشنبه در موضع‌های زیبا صحبت آزاد دوستانه دایر نمودند.